بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در حلقه گذشته درباره ایمان به الله تعالی و فرشتگان و کتاب‌ها صحبت کردیم. امروز موضوع ما ایمان به رسول است. رسول جمع کلمه رسول است، یعنی که فرستاده الله تعالی و یکی از رکن‌های ایمان حساب می‌شود. ایمان به رسول و انبیا این یعنی که ایمان آوردن به اون که الله تعالی آنها را اختیار کرده است و برای رسانیدن رسالت خودش برای مردم فرستاده است و به آنها وحی می‌فرستد. الله تعالی میگه که الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. الله تعالی اختیار میکند فرستادگان از فرشته و از مردم. و در آیه دیگه میگه که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، یعنی پیامبران بشارت دهنده و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده شدن برای مردم و آنها بهترین خلایق حساب میشوند، افضل ترین مردمان حساب میشوند. بعضیشون رو میدونیم، بعضیشون رو نمیدونیم. الله تعالی هم به این اشاره کرده در قرآن، میگه که و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک، یعنی پیامبرایی هستن که برای تو اونها رو داستانشون رو قصه کردیم، بعضی دیگرشون برای تو قصه نکردیم. و اولین پیامبر نوح علیه السلام است و آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است و در قرآن 25 پیامبر رو نامش آمده است. ما با آنها تفصیلا ایمان داریم، ایمان مفصل با آنها داریم. با آنهایی که نامشون آمده است ما ایمان مجمل داریم، بگیم که هر پیامبری که الله تعالی فرستاده باشد ما با آن ایمان داریم. ابن ابی العز حنفی میگه که عقیده اهل سنت و جماعت نسبت پیامبران این است که انبیا و مرسلین برای ما واجب است که با آنها ایمان آوریم. خب در حکمت بعث انبیا، فرستاده شدن انبیا، علما میگن که یکم حکمت این است که الله تعالی مردم را آفرید برای خاطر عبادت و برای خاطر اینکه الله تعالی را به تنهایی عبادت کنند، پرستش کنند. الله تعالی میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و پیامبران علیهم السلام آمدند تا اینکه مردم را به عبادت الله تعالی دعوت کنند، به یگانگی الله تعالی دعوت کنند و هدف اساسی که از آفرینش انسان هست برای انسانیت یادآور شوند. دوم این است که پیامبران آمدن تا اینکه بالای مردم اقامت حجت کنند. الله تعالی چه که در آیه بدایت حلقه گفتیم رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. پیامبران پیامبران مژده دهنده و بیم دهنده آمدن تا اینکه با مردم بالای خدا حجت نبرن که تو با ما کسی رو نفرستادی، خودت رو برای ما معرفی نکردی و چرا امروز ما را حساب کتاب میکنی یا ما را به دوزخ میبری. بنابراین این دوم حکمتی از آمدن پیامبرها هست. سوم حکمت این است که انسان ها بسیار حالت چیزهایی که غیبی هست درک نمیکنند و این نمود غیبیات را میشه تنها توسط پیامبران الهی درک کرد. مثلا بودن فرشته و جن و غیبیات درباره اون چیزی که الله تعالی برای انسان ها در آخرت آماده کرده است، برای نیکوکاران، برای بدکاران، همه اینها توسط پیامبران درک کرده میشد. انسان به عقل خودش نمیتونه درک کنه این چیزها رو. این از دیگر حکمت دیگری از فرستاده شدن پیامبران. حکمت دیگر یا چهارمش این است که مردم همیشه احتیاج به یک الگو دارند، به یک قدوه دارند. بنابراین الله تعالی اینها را همچون یک الگو و قدوه برای بشریت فرستاد و از جنس خود انسان فرستاد تا اینکه انسان تواند که به او اقتدا کند. اگر هم که پیامبر از فرشته میشد، انسان ها میگفتن که بهانه میکردن که با فرشته است و گناه ندارد و گناه نمیکند. اما اگر انسان مثل ما آید و خودش را از گناه دارد و گناه نکند، انسان دیگر دلش آرام بشود، میگه که بله فلانی تونست، من هم میتونستم، من هم میتوانم، ما هم میتوانیم. و به همین شکل انسان ها با ریاضت و عبادت و دیگر چیزها مشغول میشن تا اینکه به خداوند باز نزدیکتر شوند. حکمت دیگرش نیست که پیامبران علیهم السلام آمدند تا اینکه بشریت را از ظلمات به روشنایی، از ظلمات به سوی نور برند، آنها را تزکیه کنند، نفس آنها را پاک سازند، آنها را به کارهای نیک دعوت کنند. این هم یکی از حکمت‌هایی که آنها فرستاده شدند تا اینکه بشریت را راهنمایی کنند. پیامبر علیه السلام میگن که نحن معاشر الانبیاء ابناء علات دیننا واحد و شرائعنا مختلفة. ما گروه پیامبران مثل فرزندای علات هستیم. علات دوستو عزیز این وقت میشود که دو برادر هستند، پدرشون یک است لیکن مادرشون دیگر است.
اینجا پیامبر گوید که دین را، عقیده را، خداشناسی را پدر قرار دادن و شریعت های گوناگونی که هر پیامبر داشت، مثلا شریعت موسی و ابراهیم و شریعت عیسی علیه السلام و شریعت خودی پیامبر آخران محمد علیه السلام، این را به منزلت مادر قرار داد. یعنی ما دینمون یک است، عقیدمون یک است، همه ما برای لا اله الا الله دعوت میکنیم، همه ما برای تحقیق همین کلمه دعوت میکنیم. با همین پیامبر علیه السلام برای ما درس دادن که عبارت از اون است که دین انسانیت این اسلام است. ببینیم ابراهیم علیه السلام خودش مسلمان معرفی میکند، موسی علیه السلام خودش مسلمان معرفی میکند و پیامبر ما نیز خودشون مسلمان معرفی میکند، چون که دین یک است، شریعت ها گوناگون است. برای همین انکار یک پیامبر انکار همه پیامبرای دیگر هست. ببینیم الله تعالی ببینیم معجزه خدا میگه که کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کرد قوم نوح پیامبران را. حالا که یک پیامبر بر نوح بود، لیکن اینجا الله تعالی به صیغه جمع آورد، چون که تکذیب نوح تکذیب ابراهیم و موسی و عیسی و محمد است. تکذیب محمد علیه السلام تکذیب موسی و عیسی و ابراهیم است. تکذیب عیسی تکذیب موسی هست، تکذیب ابراهیم است، چون که همه اونا از یک طرف فرستاده شدند. بنابراین وقتی که مسلمان ها به حبشه هجرت کردند و جعفر ابن ابی طالب برای نجاشی حاکم حبشه اسلام را معرفی میکرد و توانستن به زیبایی معرفی کند، همونجا نجاشی قسم خورد که این چیزی که تو آوردی و اون چیزی که پیامبر ما عیسی آورده است، گفت از یک مشکات، از یک سرچشمه، از یک چشمه میبراید. یعنی به عقل خودش درک کرد این چیز رو. خب اون چه تعلق داره با پیامبر ما؟ یعنی که در این باب ایمان به رسول این است که یک قاعده است که علما گذاشتن، میگن که تصدیقه فیما اخبر، یعنی که تصدیق کردن اون چیزی که محمد علیه السلام خبر داد از خدای خودش و شریعت خدای خودش، و اتباعه فیما امر، پیروی کردن از او در همه چیزی که برای ما فرمان میدهد، و اجتناب ما نهى عنه و زجر، دوری جستن از اون چیزی که نهی کرد و زجر کرد و سرزنش کرد، اون کارها نکردن، و الا یعبد الله الا بما شرع، و عبادت کردن خدا با اون طرزی که خود خدا برای ما مشروع کرده است و شرع کرده است. یعنی به همون روشی که خدا خواسته است، همون روشی که خدا فرمانده است، به همون روش خدا رو عبادت کردن و در دین بدعت و خرافات اختراع نکردن است. محمد علیه السلام بنده مصطفی، مجتبی و مرتضی الله تعالی هست، خاتم الانبیا هست، امام متقیان است، امام پیامبران هست و حبیب رب العالمین است، و هر دعوای نبوت بعد از پیامبر این دعوای دروغ است و پوچ است و هر کسی که دعوا کند و دروغگو هست. خلاصه ایمان به رسول برادر عزیز همین بود. ببینید که اسلام خیلی یک دینی تحمل پذیری هست. اسلام میگه که ما همه پیامبر رو قبول داریم، چگونه از طرف الله تعالی بودن. ببینید سلسله تکذیب یک پیامبر رو تکذیب دیگر پیامبر میدونه. یک پیامبر دروغ برآوردن برابری به همه پیامبران رو دروغ برآوردن میدوند، که این خود دلیل برام میکنه که تمدن اسلامی تمدنی هست که همیشه تحمل پذیر بود و همیشه میگفت که من آمدم تو این که خیلی پیامبر گفتن که لأتمم مکارم الاخلاق، برای اینکه اخلاق حمیده را پر کنم. با همین این حلقه ما به آخر میرسد. شما رو در پناه الله تعالی میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله.